ببین خیلی جالبه توی ایران سر به زیر بودن، ساکت بودن، اسکل بودن و یه جورایی فضیلت اخلاقی میدونستن دیگه. آی بزرگتر اینجوریه، آی کوچکتر اینجوریه، آی فلان اینجوریه. اینجا احترام برای آدم محترمه. یعنی اینکه مثلا طرف خیلی جالب پیرمرد رد میشه برمیگره میگه هی میت، چطوری رفیق. خیلی اصلا این لایه ها و این فاصله طبقاتی رو از بین بردن، دلا بیشتر نزدیکه. با اینکه حالا ما تو فرهنگ خودمون فکر میکنیم برای ما خیلی خفنه. و مثلا یکی که ساز زدن بلده میگه نه سرتو بنداز پایین، نگو من ساز خوب میزنم. شکست نفسی و اینا. نه عزیزم، این آدم ها رو یه کاری باشون میکنه که اعتماد به نفس نداشته باشن. تازه میای اینجا میفهمی چه بلایی سرت اومده. خلاصه این که پر رو باش و با ادب. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. تجربیاتمو سعی میکنم بگم، شده یه نفرم حتی ببینن.